من اسلوپش رو دوستان باز یادم میاد. حالت اسلوپ رو ببینید، من اینو یکم بزرگترش کنم که البته تاثیر زیادی نداره. حالت ریزش هست، ببینید این لول اون پله یا اون شیب حالت اسلوپ هست یا درج زاویه‌ای که داره. اینجا گفته که این زاویه اسلوپ دیگه، گفته همه اینا رو، من نمیدونم واقعاش می‌خواستم. این رانشه، رانش این فاصله هست. شما میتونید ران هم بدید به جای این در زاویه که اینجا هست. شما فرضاً طولش رو دارید، دیگه زاویه‌شو ندارید، اینجا ارتفاعش رو دارید و طول این ران این پله رو دارید. لفتش این قسمت میشه، رایتش اینه دیگه، دپسش اینه دیگه، نمیدونم چیز دیگه نمیخواد. حالا لاور لفت ایکس میگه این گوشه سمت پایین برای ایکس، و لاور وای ماکس این لاور بالا، لاور لفت میخوام لاور لفت این گوشه پایین میشه. میگه این گوشه پایین رو انتخاب کن. شما لفت میدی به ران بهش میدی، رایت هم بهش میدی، خودش میاد اینا رو حساب میکنه، در اون امتداد میکشه. دپس رو بهش میدی و رایز رو بهش میدی، یا اینکه رایز رو اسلوپ دیگرید رو بهش میدی، میخوام چیز رو بهش میدی، این زاویه که اینجا هست انگلش رو میدی، این دوتا رو بهش میدی، این زاویه اینجا رو حساب میکنه، ارتفاع بالاش هم حساب. شما فرضاً اینو میخوای کلا زیر زمین باشه، روی سطح زمین، فقط این گوشه پایینش رو میدی. دو تا گزینه دیگه هم هست برای تونه اسلوپ هایی که نزدیک سطح زمین هستن یا اسلوپ هایی که در عمق هست. من این رو صرف نظر میکنم، کلا توضیح نمیدم. البته شاید اینو در حالت بریک ببین. حالت بلاک اینجا که گفتیم، حالا یه مثال خوبی هم اینجا هست. حالت بلاک اومدم چیکار کردم؟ 3 تا لایه بندی ایجاد کردم. اینجا هم گفتم میتونید 3 تا لایه بندی ایجاد کنید، بعد برید چیکار کنید؟ اینا رو توی حالت آلتر شیپ این دو تا شکل رو بکشی و جنریت کنی. ولی باز بگم اینجا دیگه ببینید یکم دیگه بده، روشی که دقتش پایینه. ببینید اینجا شکلش بد. حالت بعدی که من بگم اینجا از چیزهای خود نرم افزار است. ببین نرم افزار اومده توی ورژن جدید از حالت لایبراری یه سری مدل ها رو ایجاد کرده که شما برای ورچوالش هست، ورچولی که گفتم اکسپورت کنید. شما میتونید حتی اون ورچوال رو بسازید برای اینکه بعدا خواستید دوباره ازش استفاده کنید. فرضاً من میام این ورچوال این اوکی صد من شیروانی رو ردش کرد. اینو ببینید، شما میتونید این از قسمت ورچوالش اینجا که متاسفانه چون اکسیکیوت کردم رفته، از قسمت بیلدر نیست. اگر من اکسپورتش میکردم و عکسش رو یه عکسی ازش میومدم در این لایبراری قرار میدادم، ورچوالش رو کلیک کنم، در این قسمت کنار در این لایبراری قرار میدادم، در یه پوشه با این عنوان و ببین عکس و پوشه واسه یه نیم داشته باشن. علاوه برای فلکتریدی هم این قضیه جواب میده. شما میتونید سیوش کنید، بعدن که خواستید مستقیم بیارید. فرضاً اینجا سیلندرها هستن یا همون پایل ها. ببینید این پایل ها، این پایل دو تا پایلی که با کنار همن، یه پایل کامل و دو تا پایلی که با هم اوور دارن، دو تا پایلو که دو تا پایل دیگه با هم، حالا روشای برای شمعای عمیق یا برای شمعای حالا درجا یکم معمولی. این شمع پلاستیکیه بدون آرماتوره، برای ایستگاه‌های مترو خیلی معموله این قضیه. اول این حفاری میشه، یا حتی از اولی بگم یکی دو تا این سه تا یکی در میون حفاری میشن. بعد اینایی که میلگر دارن یا سبد میره توش، سبد بتون یا قفسه نمیدونم چی، کیج به در واقع بگیم، میره داخل این و بتون تزریق. یه اووری دارن اینا، نبایستی اگه میتونید این دوتا یه قفس کوچیک، البته فکر نکنم بذارنش تا حالا ندیدم، ولی نبایستی اینجا دوباره سبد چیز میخوام میلگر داشته باشه، چون نمیتونید اون رو حفاری کنید. این بتون قفس داره، این داره، این یکی داره، این یکی داره دیگه. اون روشایی که پیشنهاد کرده، فرضاً اگر من اینو اوکی کنم، حالا طبق چیزی که یه محدوده ای از من میخواست، ببینید من اینو دوباره حالا از لایبراری یه محدوده ای از من میخواد که میگه مینیمم مقدار و ماکسیمم مقدار شما خود. من اینو اوکی میکنم چون میخوام ریز باشه، حالا فرقی نمیکنه. دوباره اینو میتونید برید توی قسمت ادیت یا حتی یه چیزی بهش اد کنید. میتونید برید توی قسمت ادیت، اینجا مرزها رو فرضاً من باندریا رو بخوام بزنم، مارک باندری، خب این مرزها هم جدا بشن. فرضاً ببینید این مرزها هم به صورت ریجی شناخته بشن، یعنی پایل اولی هم
به صورت مرز شناخته بشه. توی زون ها رو تغییر بدید، میتونید دیگه همه کارها رو میشه کرد. من اونا رو کامل توضیح میدم. من اینو اوکی کنم. اگر از اینجا اینو اکسیکیوتش کنم باز مثل مدل قبلی، حالا یک مدلی که نشون دارم یکم طول کشید دیگه. همینجوری ریجین ها برای من متأسفانه ریجین ها رو کامل نشناخته، میاد برای من اون محدوده ها رو در واقع میسازه. البته اینجا من چون مارک باندری نکردم، اینا اینترفیس هم دقت داشته باشین، خط سیاه. حالت بعدی برای لایبراری چانل ها هست. من میخوام پی هست، یه پی که گذاشته شده، حالت رادیالش برای درزه و این مباحث هست. فرضاً یه درزه‌ای که در داخل یک محدوده‌ای هست. من اینو زومش کنم کامل بتونیم بخونیم. یک رادیالی که داخل هست، یه رادیالی که بدین شکل برای اسلوپ یا فرضاً تونل معمولیش سادهشه و این شکلی و حتی شکل اصلی. خب بعد از اون حالت هایی که برای این معرفی اینترفیس لازم داریم، یا در واقع بگیم که میخوام یه فصل مشترکی داشته باشیم. یه فصل مشترک و یه لایه بندی، فصل یه گسلی هست اینجا. ببین اینجا اینتکت فصل هست، بعد یا هم اینترفیس، اینجا یه اینترفیس یا بگیم یه گسل معربه. حالت سیمپلش، سیمپل خیلی ساده توی چیزم بود. حالت شیروانی ها بدین شکلی، شیروانی با یک گسیختگی، حالا یا یک بگیم گسیختگی نه، میخوام یه گسلی بدین شکل. این یکی موجود نیست، مال من نمیخونه. یه لایه بندی یا یک شیروانی با شیستوزیته بگیم، یا با مواد لایه‌ای فرضاً. حالا مسئله‌ای که لایه بندی هستن داره لایه هستن. خب یه تونل در یه شیروانی، سیمپل شیروانی، سیمپل اسلوپ، و اینکه یه محدوده فرضاً اومده چی شده یا پارامترش فرق دارن، یا حتی پر شده، یا در واقع یه سازه‌ای قرار روی این ایجاد بشه دیگه، با بقیه فرق داره. خب بعد از اون حالت تانل ها هست. یه تونل تکی تنها، یه نصف تونل، یه نصف تونل نمیدونم چجوری، یه چهارم، یه کوارتر، یه تونل با لاینینگ، یه فول تانل تنهایی، یه فول تانل مرزاش هم اوکی، اینو دقت داشته باشید. یه نصف تونل باز یه تونل به صورت شکل سنتی. خب یه تونل نلسپی، اینم نصف اون دیگه. شکل ها این شکل موز شکل، حالا نصف اون موز شکل، این نصف این تونل کامل، حالا شکلشون دیگه هست، اگر عنوانشون هم هست. این یکی شات ریتش هست. این حالتی که بود اینم دقیقا مثل اون. این حالت برای جایی که فرضاً میخوای جدا جدا حفاری بشن، یا این در واقع ریجین آیوجهش رو میخوای تغییر بدید. حالا من ریجین ها رو کامل میگم. یه باکس، یه تونل باکس شکل، یا یک راهرو، یک گالری، یک اتاق، یا هر چیزی که هست. وال یا در واقع ریلیتینگ وال هست، یه دیوار گوج برداری هست. بعد چیز دیگه اگر دارید شما میتونید اینجا بذارید و ازش استفاده. خب من اینو تمومش میکنم. فکر کنم این قضیه هم اوکیه، چیز دیگه ای لازم نداره اینجا. ایمپورتشه دیگه. شما یه چیزی رو دارید سیف کردید، میتونید توی یکی از پوشه ها بذارید و ایمپورت کنید. فرضاً کار شما، من اینو کنسلش کنم. اینو که نه یه لحظه من میخوام بگم. فرضاً این مدل بلاک، این گود برداری، خب کار شما اینه، یعنی هر 50 تا مدل قراره با این بزنید. چرا 50 تا؟ چرا 10 تا؟ چرا لازم شبیه باشه؟ ما توی 2D چون ما داریم پلن استرین کار میکنیم، ما باید سکشن بزنیم. سکشن چرا؟ ببینید شما یه سکشن نماینده یک مدل کامل نیست، چون مدل ها چی هستن؟ سه بعدی هستن. اینو ببینید، این مدل